سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به کانال ما. تو این ویدیو می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که اگر موفق بشیم به مدت 3 ماه این کار رو انجام ندیم چه اتفاقایی تو زندگیمون میفته. این ویدیو واس کساییه که بارها رفتن ترک بکنن ولی نتونستن یا دلیلی نداشتن که ادامه بدن این مسیر رو. خب بچه‌ها، بعد از گذشت دوره 3 ماهه از ترک خود ارضایی 4 تا اتفاق مهم میفته تو زندگیت و مورد سوم حتما شرکت میکنه چون رو تمام زندگیت تأثیر گذاره و نتیجه‌ای که از ترک گرفتید رو حس میکنید. اولین اتفاق بزرگی که با ترک خود ارضایی میفته بعد از 90 روز هم میتونید حس کنید و اطرافیانتون شاید بهتون بگن اینه که مرزهای اعتماد به نفستون جابجا شده. اعتماد به نفسی که قبل از اینکه اصلاً این اعتیاد رو شروع بکنی حتی نمیتونستی تصورش رو بکنی. چرا؟ چون تو بدترین و مخربترین عادتی که یک انسان میتونه داشته باشه رو از خودت دور کردی. تو برخلاف تمام تصوراتی که اون موقعی که تو این اعتیاد بودی و مجبور بودی این کار رو انجام بدی برای اینکه حالت خوب باشه، برای اینکه بتونی ادامه بدی، برخلاف تمام این تصورات الان جایی که وایستادی بعد از 3 ماه میبینی که چقدر ساده بود، چقدر این قول خنگ بود و چقدر من راحت میتونستم باهاش مبارزه کنم. اما این فرصت رو از خودم گرفته بودم و بعد از گذراندن 2 هفته اول این قوله رو خیلی خوب باید بشناسین. دومین نتیجه‌ای که بچه‌هایی که میتونن این خود ارضایی رو ترک بکنن بعد از 3 ماه میبینن تحولات اساسی توی فیزیک، انرژی، ظاهر و اون شادابی بدن هستش. هم از لحاظ ظاهری هم از لحاظ انرژی که داریم. ببینید زمانی که شما اعتیاد دارید به خودارضایی یک نشتی انرژی بزرگ هم از نظر روانی و هم از نظر فیزیکی توی بدن هست. یعنی هر چقدر شما انگیزه داشته باشی، امید داشته باشی به زندگی، زمانی که این کار رو انجام میدی اینقدر از نظر روانی کار سنگینه که بچه‌ها مهمترین چیزی که انرژی یک آدمو میگیره به اصطلاح اون ترمزها و اون نشتی‌های روانی هستن. انقدر لحاظ روانی این عادت سنگینه برای ما که خودتون دیگه تجربه کردید. زمانی که تو این عادت هستی بی‌حوصله کم رمقی، حوصله جمع نداری، از کارهای کوچیک لذت نمیبری، کلاً انرژی حرکت نداری. الان بعد از 3 ماه این انرژی ذخیره شده. اون انرژی که تو همیشه نداشتیش آزاد شده. تو بدن تا یک انرژی داری، هم لحاظ بدنی هم از لحاظ ذهنی، که بری سراغ چیزایی که دوست داری، بری سراغ مواردی که به کارت میاد، بری ورزش کنی، بری به ظاهرت برسی، بری استایلت رو انتقال بدی، بری دنبال پول درآوردن. سومی، من اسمشو میذارم معجزه. معجزه‌ای که بعد از 90 روز که این عادت رو گذاشتی کنار، درون خودت میتونی حسش بکنی، با قلبت میتونی حسش بکنی. اینه که احساس لیاقت بهتری داری، ازت نفس بالاتری داری. انقدر این مسئله مهمه، انقدر این مسئله تأثیر گذاره توی تمام جوانب زندگی. خیلی راحت بهتون بگم که شما چه کسی رو تو زندگی دوست داری اصلا مهم نیست. اینکه تو خودتون لایق چه زندگی میدونی مهمه و اعمالتو شکل میده. اون که خودت رو چقدر از لحاظ درونی با قلبت، زمانی که خودت توی خونه تنهایی با خودتو ارزشمند میدونیه که مشخص میکنه روند آینده تو به چه شکل است. چقدر آینده با کیفیته و اینقدر این قضیه حرمت نفس و عزت نفس مهمه بچه‌ها که و بعد اینکه با این قوله کنار اومدی و گذاشتیش کنار که تازه اون قسمت‌های ارزشمند وجودیت مثل آلماس شروع میکنه به درخشیدن. اون آلماسی که درونته داره برق میزنه و تا الان روشو کلی آشغال و خاک گرفته بود و تو فقط اون خاک رو میدیدی. بعد از این 90 روز دیگه برات قابل دیدنه. تو میدونی چه توانایی‌هایی داری چون تو به توانایی‌هات واقفی و اینم در نظر بگیری. تو مورد اول گفتیم اعتماد به نفس بالایی داری. اعتماد به نفس یعنی توانایی انجام کار. وقتی تونستی یه کاری رو انجام بدی که تو ذهنت سخت‌ترین کار بوده، مطمئن باش از نظر ذهنی و روانی مغزت و قلبتون بهت میگه که تو قادری هر کار دیگه‌ای بکنی و این معجزه‌ای که بعد از 90 روز 100% اگر تو این مسیر بمونید خواهید دید. شک نکنید. بچه‌ها، قبل اینکه مورد 4 رو شروع بکنیم بهتون بگم که ما تو این چنل راجع به هر چیزی که کمک کنه به داشتن یک زندگی با کیفیت تر، ارتباطات جذابتر و خفن‌تر و انتخابگر بودن یک پسر، هر چیز دیگه به اینا کمک میکنه راجع بهش صحبت میکنیم. پس سابسکرایب رو حتما بکوبید، عضو خانواده ما بشید. زنگوله روم یادتون نه، حتما زنگوله روشن کنید. ما هر روز تقریبا ویدیو میذاریم. بریم سراغ مورد 4 که بعد 3 ماه از طرف اطرافیان، خانوادت، پارتنرت، کسایی که باهاشون در ارتباطی کاملا قابل تشخیصه. تحول تو توی ارتباطاتت. تو بعد از این 90 روز یک ورژن جدید ارتباطی از خودت رو خواهی دید. تو الان آدمی هستی که احساس ارزشمندی بالایی داره. چرا این حرفو میزنم؟ مورد 1 2 3 رو یه مروری بکنیم. تو الان آدمی هستی که اعتماد به نفس بالایی داره، توانایی انجام کارش و توانایی کنترل عادتهای بدش و توانایی کنترل زندگیش و رهبری زندگیش دست خودشه و این اعتماد به نفس. تو یک آدمی هستی که انرژی بیشتری داره. تو روز ظاهر سر و حال و بهتری داره، پوست بهتری داره، میتونه و این انرژی رو داره که ورزش بکنه، استایل بهتری از خودش بسازه. آدم امیدوارتریه.
و مورد سوم گفتیم این آدم که الان تو اینه داری میبینی احساس ارزشمندی با بالایی داره، خودش رو لایق میدونه، خودشون لایق، ارتباطات خوب میدونه که اون دختری که دوستش داره رو صرفا و حتما نباید توی اسکرین لپتاپ ببینه، اون دختری که مورد علاقشه توی دنیای واقعی براش قابل دسترسه و این چیزیه که احساس میکنه. حالا این سه تا مورد تو یعنی اعتماد به نفس، عزت نفس و انرژی بدنی رو بذارید کنار هم، 100% شک نکنید بچه شما ارتباطات بهتری خواهید داشت، با آدمایی با کیفیت تری ارتباط میگیرید، چون الان فرکانستون عوض شده. منظورم چی از این که تو راحت تر میتونی با هر کسی ارتباط بگیری. چرا؟ چون اعتماد به نفس داری، انرژی داری و عزت نفس داری و این چیزاییه که در کنار یه سری مهارت کوچیک برای داشتن ارتباطات خفن لازمه و واجب. و یه سه مورد رو تو دیگه بعد از این 90 روز داری تو وجودت. اینم بگم برای اینکه به این نتایج برسیم اصلا باید یه مسیری رو شروع بکنیم. این نتایج تو انتهای یک مسیری، ما باید وارد اون مسیر بشیم. حالا این مسئله چالش زیاد داره، مشکل زیاد داره و باید ما خودمون رو مسلح بکنیم. تو این مسیر، تو این جنگ باید مسلح باشیم. مرسی ازتون که تا آخر این ویدیو با ما همراه شدید. لایکت یادتون نره، حتما نظرتون رو تو کامنت ها بهمون بگید.